این حرف خیلی رو ناراحت میکنه ولی حقیقته. تو روی هر چی که تمرکز میکنی همون وسعت پیدا میکنه. رو بدی یه نفر تمرکز کن، بگو بده 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 بده، همه بدی‌ها بیشتر میشه. رو سختی‌ها تمرکز، اینقدر سختی‌ها زیاد میشه. بگو خوبه، به نفع منه، این به نفع من تموم میشه و اونم وسعت پیدا میکنه. چون نشانه شروع میکنی نشانه‌هاشو میدی، به بدنت داری دستور میدی که امثال این چه که فکر کردم و دارم روش تمرکز میکنم و بیشتر به من نشون بده. نمونه سادهش که مثال خیلی مشهوریه، امروز تصمیم میگیری یه ماشین قرمز بخری، از فردا هی ماشین قرمز میبینی چون دیگه تمرکز کردی روش، یعنی ازش داری زیادتر میکنی، یعنی بیشتر داره اتفاق میفته. امر اول این هست که زیبایی هست و زیبایی رو ببینی. امر دوم اینه که عاشق این زیبایی بشی. هر کسی که زیبایی رو بیشتر ببینه دیوونه تر و عاشق تره. و امر سوم نیکیه، یعنی آنچه که زیبا بود و من حقیقتش رو دیدم و عاشقش شدم، الان میخوام بیشترش کنم. برای که نیکی کنم و بیشتر کنم باید سپاسگزار باشی، باید شاکر باشی. اگه از فضای اینه که کمه، کافی نیست، مفید نیست، ارزشمند نیست، برم بیشترش کنم، هیچ اتفاق خاصی توی عالم نمیفته. بذار یه مثال بزنم. توی قبایل آفریقا یه چیزی دارن به نام اوبونتو که من خیلی وقت شنیدم، خیلی باش احساساتش شدم. اوبونتو یعنی این که تو وقتی که یک نفر توی این قبیله یه کار بدی رو انجام میده، یه کاری که کار درستی در شأن اون حالا فرهنگ اون قبیله نیست، میارن این فردو میذارن وسط و همه دورش جمع میشن، حالا تو میدون تو اونجا، و بهش یادآوری میکنن تمام کارهای خوبی که تا الان انجام داده، چون میخوان خود اون فرد از این کاری که کرده خودش از اون تجربه بیفته. توی خیلی از فرهنگ مثلا فرهنگ ایرانی خیلی بابه که با سرزنش و ترسوندن یه نفر دیگه این کارو نکنی یا خیلی بچه بدی بودی، خیلی مثلا با این میخوایم بچه رو یا حالا فرد رو بترسونیم که طرف این کارو انجام نده. در صورتی که اگر فرد رو مشتاق کنی و به عشقی که هست یادآوریش کنی به اون فرکانس، به اون انرژی، خودش دیگه نمیخواد اون قبلیه رو انجام بده، چون این فرکانس سبک، این انرژی سبک رو درک میکنه و کیفیتش رو درک میکنه. و این چیزی که امیدوارم کم کم جا بیفته، مخصوصا تو مادر پدرایی که بچه‌هایی رو دارن رشد میدن و این رو یاد بدن، این که اگر بچه قراره یه سری کارا رو نکنه که مامان تو چقدر تو این خوبی، چقدر تو این بهتر انجام میدی، بهتر از من، تو به من یاد بده، بچه خودش دوست نداره به سمت اون چیزای دیگه بره. بقیه‌اش هم همینه. قانون جذب میگه هر چی بگی همون بهت برمیگرده. همیشه از بدی صحبت میکنی، منتظر بدی باش. میگی نمیتونم موفق بشم، موفق نمیشی. میگی وزنمو نمیتونم کم کنم، مطمئن باش کم نمیکنی. هدفت چیه؟ هدفای بزرگ داری، موفقیت به سمتت میاد. میگی پولدار نمیشم، قطعا نمیشی. امیدواری یه روز ثروتمند بشی، احتمالاً به هدفت میرسی. اینجوریه که قانون جذب کار میکنه. هر لحظه که حرفت رو میزنی شروع به تغییر میکنی. اگه بزرگ فکر میکنی موفقیت به سمتت میاد، اگه کوچیک فکر میکنی کوچیک میمونی.